سرخط مهمترین خبرها: جلسه حکومت تاجیکستان پایان یافت. تنها از کامیابی ها گفتند. طالبان گفتند دیر یا زود چرخبال‌هایشان را از تاجیکستان و ازبکستان بازپس میگیرند. و آزمون نوی رادیوی آزادی زیر عنوان سخن دارم. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 21 ژانویه است. جلسه سالانه حکومت تاجیکستان روز 20 ژانویه پس درهای بسته و به حضور خبرنگاران مستقل به پایان رسید. بنا به اطلاع رسمی در مجلس بیشتر از پیشرفت‌ها گفتند، اما معلوم نیست که آیا از کمبود و مشکلات نیز صحبت شده است یا نه. در خبر دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تنها از موفقیت در سال گذشته یادآوری شده است، از جمله نخست وزیر قاهر رسولزاده سال 2021 را برای کشور سال واقعا تاریخی خوانده است. این در حالی است که سال گذشته تاجیکستان شاهد مناقشه‌های خونین در مرز با قرقیزستان، بالاروی بی سابقه نرخ محصولات، تغییر قدرت در افغانستان همسایه، اعتراضها در خاروق و مشکل بی‌برقی بود. در خبری که دفتر مطبوعاتی پرزیدنت نشر کرد، درباره بررسی این مسئله ها چیزی گفتن نشده است. در خبرنامه رسمی تنها درباره حسابات بلاک اقتصادی کشور صحبت شده است. معلوم نیست که رهبران نهادهای قدرتی به پرزیدنت چه گزارش دادند و از رئیس جمهور امام علی رحمان چه شنیدند. روز 20 ژانویه خبرنگاران رادیوی آزادی در تنفس جلسه سالانه حکومت تلاش کردند با اعضای حکومت صحبت کنند، ولی یگان نفر آنها حاضر نشد با ما صحبت کند. در همین حال برخی منابع میگویند در پی جلسه حکومت احتمال بعضی تغییرات کادری صورت بگیرد، چیزی که روز 20 ژانویه اتفاق نیفتاد. نخست وزیر تاجیکستان گفته است اقتصاد کشور در سال گذشته 9.2% زیاد شده، مجموع محصولات داخلی قریب به 99 میلیارد سومانی رسید. این رقم ها را قاهر رسولزاده روز 20 ژانویه در جلسه سالانه حکومت بیان کرده است و آن را سامانه پرزیدنت نشر کرد. اظهارات نخست وزیر در حال صدا می‌دهد که پیشتر بانک جهانی رشد اقتصادی تاجیکستان را در سال 2021 تنها 3.7% پیش بینی کرده بود. در گزارش بانک جهانی گفته میشد که بنابر پاندمی رشد اقتصادی تاجیکستان تا حد کند شد که در 2 دهه آخر سابقه نداشت. جزئیات بیشتری از اظهارات نخست وزیر دسترس نیست و روشن نیست که اقتصاد تاجیکستان از حساب کدام منابع 9.2% افزایش یافته است. بعضی از کارشناسان قبلا آمار مقامات را درباره رشد اقتصاد فریبی نظر گفتند. روز 20 ژانویه نخست وزیر قاهر رسولزاده در جلسه حکومت همچنین گفت با بودجه کشور نظر به نقشه پیش بینی شده 1.3 میلیارد سومانی بیشتر مبلغ وارد شد، اما سال گذشته شکایت صاحبکاران از گرانی انداز زیاد صدا داد. نخست وزیر در حضور رئیس جمهور و دیگر اعضای حکومت از تأسیس 309 کارخانه و کارگاه‌های نو در کشور نیز خبر داده است، اما یک تحقیق رادیوی آزادی در سال گذشته نشان داد که بسیاری از کارخانه‌هایی که از سوی رئیس جمهور باز شدند بعد چندی از کار میمانند. حکومت طالبان به اظهارات وزارت دفاع آمریکا که گفت چرخبال‌های ارتش پیشین افغانستان که در تاجیکستان و ازبکستان هستند به طالبان داده نمی‌شوند واکنش کرده است. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته است که این چرخبال‌ها مربوط افغانستان است و دیر یا زود پس گرفته خواهند شد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان روز 19 ژانویه در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی در این رابطه گفت آمریکایی‌ها که قبلا هواپیماها را آورده بودند آنها را رسما به این کشور تسلیم کرده بودند و آن سرمایه افغانستان به شمار می رود و بنابراین آنها مالکیت و سرمایه شخصی مردم افغانستانند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در ادامه گفته است که به هر قیمتی که می شود این چرخبال‌ها را دوباره امروز یا فردا گرفته خواهند شد. مولوی محمد یعقوب وزیر دفاع حکومت طالبان هم هفته گذشته در مراسم در کابل با تاجیکستان و ازبکستان هشدار داده بود که چرخبال‌های نظامی افغانستان را باید به این کشور بازگردانند و گفت اگر این کار انجام نشود پیامدهای ناگواری خواهد داشت. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز 18 ژانویه ضمن یک نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران راجع به سرنوشت این چرخبال‌ها گفت فکر می‌کنم که آنها به افغانستان فرستاده نمی‌شوند تا از جانب طالبان استفاده شود. برخی رسانه‌ها قبلا نوشتند که تاجیکستان و ازبکستان از آمریکا تقاضا کردند که شماری از چرخبال‌ها را در نزد خود نگاه دارند.
در استرالیا گنراتوری را برای ماشین‌های برقی اختراع کردند که با پرتاب‌های روغن رستنی کار می‌کند. اختراعکاران امیدوارند که دستگاه آنها برای گذشتن به انرژی تازه در گوشه‌های دوردست کشور کمک خواهد کرد. شهلا گلخواجه گزارش می‌دهد. در ошхонаҳои Австралия маъмулан равғани растаниеро ки баъди пухтани картошка ва дигар хӯрокҳо боқӣ мемонад мепартоянд. муҳандис ҷон эдвардс роҳи ба таври муфид истифода кардани ин равғанро пешниҳод кардааст. ӯ генератори муқаррарии дизелиро тавре сохт ки бо равғани кӯҳна кор мекунад ва энергия гирифтаашро барои нерӯ додани мошинҳои электрикӣ истифода мебарад. ӯ ихтирои худро биофил номида мегӯяд. бо ин восита мошинҳо дар як соат нерӯ мегиранд. барои ин 20 литр равғани растанӣ лозим меояд. ин идея замоне пайдо шуд ки мо дар сабқати мошинҳои электрикӣ ширкат доштем ва бароямон усули боэътимоди тақдими нерӯ ба мошин лозим буд. мо биофилро пешниҳод кардем ва маълум шуд ки он барои ошхонаҳои канори роҳ дар манотиқи дурдаст хеле мувофиқ аст. аввалин озмоишҳои генератори нав дар Австралияи ғарбӣ дар шоҳрои дурдасти байни Аделаида ва Перт ки аз як дашти азими биёбон мегузарад ҷараён доранд. дар ин ҷо мошинҳои электрикӣ аҳёнан дида мешаванд, зеро кам нафароне омодаанд ки бо аккумулятори нишаста дар байни биёбон ва дур аз дастгоҳи барқдиҳӣ қарор бигиранд. биофилро бошад метавон бо мошин бор карду ба дилхо макон бурд. муҳандисон умедворанд ки ихтирои онҳо дар оянда ба гӯшаҳои дурдасти Австралия барои гузаштан ба манбаъҳои тозаи энергия ва комилан даст кашидан аз мошинҳое ки бо бензин ҳаракат мекунанд кӯмак хоҳад кард. با عنوان سخن دارم رادیوی آزادی آزمون بهترین سخنران را اعلان می‌کند. هر یک شما می‌توانید سخن خود را در تلفن ثبت کرده به رادیوی آزادی فرستید. در این مورد شرط بغیر از رعایت قانون و آداب طلب کردن نمی‌شود. موضوع آزاد و طول ویدیوها نامحدود است. هر چیزی که شما مهم می‌دانید باید به گوش جهانیان رسد و به انسان‌های دیگر مدد کند. این می تواند اظهار درد باشد یا خرسندی، مشورت و نصیحت به دیگران یا تجربه باوراری شما، مشکل خود و همسایگان یا دستاوردی آنها، پیشنهاد برای بهبود روزگار مردم یا ناراضگی از یگان قانون شکنی. خلاصه هر چیزی که فکر میکنید دیگران باید از آن باخبر باشند. بهترین سخن به گویندگان آن جایزه های گرانبها خواهد آورد. جای یکم ویدیو کامرای نیم حرفه‌ای، جای دوم نوترین نمود پلنشت و جای سوم تلفن هوشمند. آزمون سخن دارم از 20 ژانویه تا 20 اپریل ادامه خواهد کرد. جایزه ها 3 می در روز جهانی آزادی مطبوعات تقدیم خواهند شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 ژانویه را فرا می گیرد. سال 935 در شهرستان توس قلمرو ایران امروزه حکیم ابوالقاسم فردوسی تولد شده است. او 85 سال عمر دید که آن را صرف ایجاد یکی از بزرگترین آثار ادبیات فارسی تاجیکی شاهنامه کرده است. در این کتاب بزرگ شاعر نه تنها تاریخ و روایت های ملی مردم ایرانی نژاد را عمری جاوید بخشید، بلکه روح و روان قهرمانی و زبان ناب این مردم را برای 100 ساله ها زنده داشت. 21 ژانویه سال 2000 نخست شماره نشریه مستقل آزیا پلاس از چاپ برآمد که به زبان روسی تحولات سیاسی و اقتصادی تاجیکستان و جهان را نشر می‌کند. این نشریه که در میان مطبوعات دیگر توانسته است موقع پیشتاز را حفظ کند، بعد سالهای 2015 از وجود خط سرخ در مطالب انتقادی و یا فشار و خودسانسور شکایت کرد. شب 20 و 21 ژانویه سال 2015 مقامات تاجیکستان از مسکو مقصود ابراهیموف، یکی از یاران مؤسس گروه 24 عمرعلی قوتوف را استرداد کردند. تحقیق پرونده و حکم 17 سال زندان این فعال سیاسی تابستان سال 2015 پشتی درهای بسته جریان گرفت و خویشاوندانش از همه‌جانبه پایمال شدن حقوق ابراهیموف شکایت کردند. مقامات تاجیک گفتند اتهامات او مثل دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان اثبات خود را یافته است. سازمان‌های حامی حقوق ابراهیموف را زندانی سیاسی می‌نامند.
قرب روبل روسی در برابر اسعار ملی سامانه بازپس شده ارزش دلار باشد بی تغییر است. حالا در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی را به 147 سامان و 10 درم عوض می‌کنند. 100 دلار آمریکایی باشد به 1130 سامانه برابر است. بینندگان گرامی، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود، ولی فراموش نکنید که همیشه می توانید خبر و گزارش های نو را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.